کی گفته ایرانیان نمیتونن ماشین خوب بسازن؟ این ماشین رو یه آقای ایرانی به اسم فردیس رضوانی ساخته. کل ماشین حتی شیشه هاش ضد گلوله است، حتی میتونه با چهارچرخ پنچر هم حرکت کنه، از آینه بغلاش اسپری فلفل میپاشه، روی دراش شوکر الکتریکی گذاشتن، سیستم دودزا و دید در شب هم داره. قیمتش هم 13.5 میلیارده. با این پول تو ایران فقط میشه لند کروز 2013 یعنی 11 سال کار کرده خرید. اینم آواتر 11 جدیدترین ماشین هواویه. به مشخصاتش کاری نداریم. به نظرتون ظاهرش زیادی خفن و جذاب نیست؟ دلیلش اینه که این ماشین رو نادر فقیه‌زاده طراحی کرده، همونی که طراح سری 6 و سری 7 بی ام و بود. کوروش منصوری هم که همتون میشناسین و نیاز به معرفی نداره، یه مازندرانی خوش سلیقه که خفن ترین شرکت تیونینگ تو دنیا رو داره و معروف ترین و پولدارترین آدمای دنیا مثل کریس رونالدو مشتریشن و واسه خرید ماشیناش چند ماه تو نوبت میمونن. منصوری جدیدن هم داره روی ابرخودرو پرنده به اسم امپاور کار میکنه که یه نسخه تیونینگ شده از مکلارنه که قابلیت پرواز داره. اگه این سه نفر میومدن ایران و یه ماشین میساختن، شما ماشین ایرانی میخریدین یا خارجی؟